با دیدن فیلم کانجرینگ 1 سال به وجود میاد که آیا عروسک آنابل وجود داره یا نه و اندازه عروسکی که تو فیلم نشون داده شده شیطانی هست یا خیر. باید در جواب این سوال بگیم بله. داستان عروسک آنابل اینجوری آغاز میشه که مادری یک عروسک از مغازه دست دوم فروشی برای دخترش که دانشجوی پرستاری بود به عنوان هدیه تولد میخره. دختر که نامش دونا بود عروسک رو خیلی دوست داشت و در آپارتمان خودش و دوستش که با همدیگه مشترک زندگی میکردن نگهداری میکرد. اما خیلی زود ماهیت عجیب عروسک برای آنها آشکار شد و اتفاقای عجیبی براشون رخ داد. عروسک آنابل اولاش کارهای خیلی کوچیکی انجام میداد، مثل تکون دادن دستاش، افتادن رو صندلی، افتادن رو زمین و همین جوری چیزها که دونا و انجی میتونستن اینا رو توجیه کنن که مثلا بگن صندلی کج بوده، عروسک کج بوده، باد اومده، حالا یه لق خورده صندلی، این عروسک افتاده. اما یواش یواش این حرکت ها هی بدتر شد، هی بیشتر شد تا جایی که دیگه اصلا از توجیه دور بود. مثلا عروسک رو میومدن میذاشتن داخل اتاق، ولی خب میرفتن بیرون. وقتی ظهر میومدن خونه میدیدن رو مبل نشسته و داره به در نگاه میکنه. یواش یواش اینها براشون عجیب شده بود. لو نزدیکترین دوست دونا و انجی نسبت به عروسک یه خورده بدبین بود و حس میکردی اصلا توسط یه روح یه چیزی تسخیر شده. اما انجی و دونا به حرفاش گوش نمیکردن و میگفتن این فقط یه عروسکه. اینکه داستان وحشتناکتر از تصورشون میشه. دونا و انجی یواش یواش یه چیزای عجیبتری نسبت به این عروسک دیدن و اتفاقات خطرناکتری دیدن. مثلا وسایل خونشون هم جابجا میشد. مثلا اینجا نشستن یهو یه کاغذی از کنارشون میافتاد، یهو یکی از صندلی ها تکون میخورد، سر صدا از قاشق چنگالای آشپزخونه میومد که رفته داستان خونه رو ترسناکتر میکرد. بعضی موقع هم نامه‌هایی رو پیدا میکردن که با دستخط بچگونه نوشته شده. یادداشت‌ها پیام‌های متفاوتی داشتن. مثلا روش نوشته بودن که به لو کمک کن، به ما کمک کن، اما هیچ وقت فکر نمیکردن که این کار عروسک باشه. تا روزی که دونا متوجه شد که خون روی دستان عروسک ریخته شده. عروسک جایی بودی که اصلا نه کسی دورش بوده که زخمی باشه نه هم چیزی. دست عروسک خونی بود و وقتی به عروسک نزدیک میشه میبینه این مایع قرمز رنگ از تو خود عروسک داره در میاد که دختره از یک احضار کننده روح کمک گرفتن. احضار کننده روح بعد از یک جلسه احضار روح به آنها گفت جسد دختری به نام آنابل هیگینز در زیرزمین آپارتمان آنها دفنه. روح آنابل با دیدن این عروسک علاقه‌مند میشه و این عروسک رو مال خودش میکنه و وارد جسم عروسک میشه و کنترل اون عروسک رو به کل به دست میگیره. دخترها با شنیدن داستان آنابل دلشون یه خورده به حال دختره سوخت و تصمیم گرفتن که عروسک رو نگه دارن، ولی نمیدونستن که چه کار اشتباهی دارن انجام میدن و این عروسک اصلا یک عروسک عادی نیستش. و خورده که رفتن جلوتر داستانی خورده ترسناکتر شد. مجبور شدن دوباره از کسی کمک بگیرن. یه روز لو به خونه اونا میاد که از یه خواب عمیقی میپره و هرچی دور برش نگاه میکنه نمیتونه تکون بخوره و یک حالت فلج خواب یا بختک بهش دست میده. با چشماش همینجوری زیر پاشو که نگاه میکنه میبینه آنابل روبروی پاش ایستاده و یه خورده بدنش مورمور میشه و ترس برش میداره. یواش یواش آنابل به سمت بالای بدنش میاد، از روی بدنش حرکت میکنه، روی پاهاش میاد، روی شکمش میاد و دستاشو میذاره روی گردن لو و خفش میکنه. و همین جا بود که لو هوش میره و بعد از 1-2 روز به هوش میاد و داستانی که براش اتفاق افتاده رو به بچه ها میگه. روز بعد هم وقتی لو تو اتاق آنجی بود صداهایی از اتاق دونا شنید، در حالی که توی اون اتاق اصلا دونا وجود نداشت و دونا اصلا بیرون از خونه بود، ولی یه صداهایی میومد. وارد اتاق میشه ببینه کسی بی اجازه وارد اینجا شده یا نه، میبینه فقط آنابل اونجاست. اما وقتی وارد اتاق میشه و آنابل رو میبینه، آنابل همیشه وقتی دونا میخواست از خونه بره بیرون آنابل رو روی تخت میذاشت، ولی این بار آنابل روی صندلی بود. لو هنگامی که میخواد به سمت عروسک بره یا کل بدنش فلج میشه و احساس فلجی تو نواحی قفسه سینه‌اش بیشتر میشه. لو میره پاهاشو نگاه میکنه، روی اون 7 اثر پنجه پیدا میکنه، 3 عمودی 4 افقی که اصلا معلوم نیستش که چرا اصلا این ضربه اومده، از کجا اومده، چون هیچ موجودی دور و برشون نبوده و جای کلا ضربه ها زخم بوده و میسوخته و هرچی دور و برش نگاه میکرده هیچ کسی رو نمیدیده و تمام شکش روی آنابل بود. آثار خرش روی بدنش رو همه میتونستن مشاهده کنن، اما این خرش رو بعد از 2 روز به شکل خیلی عجیبی
محو میشن و کاملا از بین میرن و معلوم نمیشه که اصلا این خراش ها وجود داشته یا نه. یه بار دیگه بچه‌ها به فکر میافتن که آقا چیکار باید بکنیم، واقعا این دیگه داره ما رو عذاب میده. میرن پیش یه کشیشی به نام پدر هگان کمک بگیرن. پدر هگان میگه آقا این ده تخصص من نیست، دو نفر رو بهتون معرفی میکنم که تخصصشون این کار هستش، با اون صحبت کنین، مشکلتون رو باهاش در میون بذارین. اد و لورن افسانه ای که اد و لورن وقتی به خونه اونا میرن و عروسک رو میبینن میفهمن که یک روح شیطانی این عروسک رو تحت تسخیر خودش قرار داده و این زوج اعلام میکنن که عروسک ها تسخیر نمیشن، جسم بدون روح و انرژی و جونی هستن و اینها تسخیر نمیشن. اما این عروسک توسط یک روح فوق‌العاده شیطانی داره کنترل میشه که کارش آزار و اذیت و آسیب زدن هستش. و اد و لورن عروسک رو با خودشون به سمت موزهشون میبرن. عروسک آنابل حالا دو موزه اد و لورن داخل یک جعبه شیشه‌ای با هشدار باز نکنید یا دون تاچ نگهداری میشود و با عروسکی که در فیلم آنابل وجود دارد خیلی متفاوت است. اما باید بدانید این ظاهر عروسک نیست که ترسناک است، بلکه آنچه درونش هست ترسناکش میکند. لورین هم ادعا میکنه که توانایی ارتباط با دنیای ارواح به عنوان یک مدیوم را دارد که حالا این موثق باشه یا نباشه رو ما که نمیدونیم، چون تا حالا باش ارتباط نگرفتیم و الان فوت کرده. خب رفقا این بود از ویدیو امروز، امیدوارم که خیلی 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 خوشتون اومده باشه. اگر از ویدیو خوشتون اومد لایک، ساب، کامنت یادتون نره. دوستتون دارم. تا یه ویدیو دیگه شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. بدرود.